ما 4 درزه ازم گرفتیم برای پشتی انتوشکا را. انتوشکا هم زده ایسوز تلافه. قرص میگوی کوکروز خورده ایسوز. ای علافه اوغون های کسلته داره. چی نمود کسلته داره ترکیبی همی علف که پوست یادم میسزونه اوله میکنه. این همی خیل میتوه این همی را اوغون سزوندگی های. این همی جوی دستوره همه را یه هفته پیش همی اوغون سزوند. این همی نمودی علف. این علف وقتی رسیدن شده، وقتی که میرسه مردم میدروه برای بزو گوسپند زمستون ده اوغون میتن. زبون با ادبی قطعی یوغان میشود. با ادبی یوغانه لهجه مردم ما اوغون میگن. خلاصه بزو گوسپند در زمستون با بهار نغز میبروره. گرمای مول خنک نمیخرنه که خره کور میکنه. خره میخرش همه حیوانو میخرنش که خره کور میکنه. چشماش سفید میشه بعد مگرم که هچکی قطعی بگرده. اینا میخیل ایجاده اوغون بسیار بده. اوغون بسیاره. یک وقتا امو تا سالوی 2002-2003 سرحدبانوی روسیه بدن در سرحدات تاجیکستان اوروسا بدن. در همی دهه یال زاستاوا بود. بعد دیویزیای 201 نیروهای صلح‌پرور روسیه هم بود. اوروسا بهار ده میبروین. اما افسرها زنا شوقتی بهار ده میوین تماشا و همی کوپشتوره. بعد این بسیار علفی خوشروی نمودش. نمود شما میبینی بسیار خوشروی. بعد اوروس خیلی همی کم طرفتا و گرم کنه تای تیرینشکه کردگی عرق دست ترشیدگی همی علف میکنن. سراشون دست سویگی میکنن تناشون میخورن. ویگه میرون دیگه همه پوستی سفیدی اوروس نازک همه اوله میکنن ورم میورن. میگه که ویرتالیات خطی بردنشون طبیعت دوست داره. چوکلت چینده سویم برای رمضانکی رو با بگره. همه علفای تبوبتی های چوکلت میگه شیشه توزه میکنه. ای بلغم و ای غلیزی ها این همی همی علف تبوبتی های لیچب نیتروان چی چوکله باشه چی دیگر نمودی علف ها باشه. در کتاب محمود جان زاهیدوف خطا نکنم اگر خزینه طب قدیم داره. مؤلفش محمود جان زاهیدوفه. در اما همش نویسندگی که صورتاش حتی آوردگی که کدام علف در کدام بیماری ها شفا می شود. چکری یا نارکینی چکری های جولک. هر کس که هر منطقه ده هر نامش میبرن همین نارکینی چکری را در منطقه ما در بگیم مخصوصا در دهه یول همین را جولک میگه مردم. این نارکینای وقتی که کلانتر دیگه میشه بعد همه همیو مشک و گل میکنه. رنگ گوشواری دختر واری گلی سرخ میکنه. تخمی چکری های زمین ده میریزه. بعد یک چند سال بعد
میبروید با چکری میشود. چکری خودش علف بسیار ساله یک ریشه چند سال میبروید، لیکن با اگر که ریشه پیر شد ای بین رفت و ایسا غوث میشود میپوسه با بعد ای تخمش میبروید. او در اوجا هم چکری کلون کلون ای ولی او را میگیریم این جلوکوش نمیکنیم، فقط چکریوش را میگیریم جلوکوش نمیگیریم برای یا با تخمش بریزه زمین ده ببروید سال دیگه یا چند سال بعدی که میبروید متخصص ها میدونن یا باید ببروید. دوستای عزیز یک جلوکش موند متاسفانه یک تشقتی چکری کنده شد. شاید بگیم که با خوردن آب دریا کم نمیشه لیکن میگه که هر یک کار ای بی احتیاطی سر میشه با یک تا ای کم نمیشه ولی که ببین که یک دانه گوگرد چقدر میده یک دنیا را میسوزونه چپه میکنم. یک کندگی ما ببین که چقدر تخم چکری را بگیم که ای بین برد. متاسفم دوستای عزیز، خیلی متاسفم، افسوس. این روشک ای روشک یوش نارکینی روشک ای نارکینی روشک رنگ همو جولکی گفتگی وری. ای در منطقه ما لهجه مردمی تگنا وقتی نارکینی روشک بوت میگم بوت. ایران میخرن میکنن میخرن بسیار با مزه عده تشا میکنیم دیگه اینجا بسیاره خیلی نمیگیریم عده تشا میکنیم برای رمضانی ها میبریم. طبیعت خراب کردن در کار نیست، طبیعت خراب کردن در کار نیست. رمضانی ها گفتن که برای ما بوت بیار یک دانه میبریم خلاص زیاد نمیگیریم برای که این ضرر طبیعت میشه. ببین یک گلی همی چقدر تخم میریزه زمین ده ای سال آینده یا یک چند سال آینده بعد میبروید. با حساب کو که اگر در همینجا 50 دانه یا 100 دانه همی ببروید 100 دانه روشک دیگه میبروید. اگر ما همی را میکنیم 100 دانه روشک دیگه نمیبروید. این هم همه بوتای در اوجا روشکاده برومدگی. این دیگریش زرد کمال ای و بوت نیست. همین روشک هم ایسینفی رو کمال مورچه کمال ایسینفی همین نبوت های. برادر عزیز اینجا یک مار را ترسوند. بهتر ای مار نیست، بهتر ای نیکی همو چکری را گفتم میکنم که حرکت دزد دل ما روی 195 یا که 200 کار کرد. به درجه ای دلم زد که قریب هشون براوه. همین چکری را نه گفتم میکنم ای با اوجا گشت است نگه دوره ای بطری امخته نه گشت است او در طرف کبریم نمیتوان گشتگی او طرف تماشا دوره. این نه مور بهتر نیست، بهتر نیست مور. دوستای عزیز مور یا بهتره هر چیزی که باشه ما کارش نمیگیریم رای خودمون نمیریم. یا مخلوق خدای در طبیعت وظیفه های خودش داره بگذار زندگیش ادامه بده. ما را نگزید است ما هم نمیگزیمش. هنوز با خدا خوب گرد.
ایش همون دو تابوتی که چیندیم همون های دو تاباسه چکری یا را چیندن چکری همین نمود ضرر نیست به طبیعت ضرر است کم لیکن اگر که نرکین شب بچینه طبیعت خرابی آوردگیم مرحمت کنیم بچه نمک داشته باشین بگیرین یا لوکه خوردن بگیرین طبیعت تماشا کرده طبیعت وطن آسمونم بلوی سر ما ده یک ابر فسان اومده است سویگی دوره هنمی خیل طبیعت ببین یک طرف سبز شدگی او طرفی که نشره اوجا شولی کنتر قفو های ولی دیرتر اوجا سبز می شود دوستوی عزیز خیمو بور کردیم حرکت میکنیم طرفی خونه راه کنتر دوره انتوش که بور وزوینه خیلی بور وزوین بور کردن در کور که دیگه نغمه نکنی بور وزوین نیست برادرو همه شیزم قوقه یگون دونه چوی تر نیست فقط در حجم کلون میتاله که بور سبکه ما حرکت میکنیم طرف خونه انشالله که بگیم قیموقه در نوار آینده با شما نشان میتیم که چه خیلی قیموق تگنوی در همینجا به شما خداحافظی میکنیم دوستای عزیز لایک پخش کنین دستگیری کنین ما موتیواسیون میگیریم در امان خدا باشین من آمدم بدی دنی جانانه صد برگی سفیدی من برو از خانه صد برگی سفیدی من برا رخصت گیره باز آمدنی مرا خدا میدونه